چهارمین جلسه از دوره آموزشی SQL سرور خوش اومدین. من مهسا نیاکان، مدرس سامانه آموزش‌های مجازی رایان پژوهان پارسه در این دوره آموزشی همراه شما هستم. خب همونطور که جلسه قبلم گفتیم، این جلسه قرار در مورد ایندکس ها صحبت کنیم. یه مقدار بذار من قبل از اینکه ایندکس ها رو شروع کنم اول در مورد دو تا کد دیگه صحبت کنم. اینجا ببینید یه دستور ما داریم به نام create database که مثلا میگه create database مثلا تست، بعد این رو ران میکنید و این برای شما یه دیتابیس دیگه میسازه. بذار من اینو هم یه رفرش بکنم. ببینید دیتابیس به اسم تست ساخت. بعد هم میخواد بگه دیتابیس تست رو بساز، هم من میگم یه دیتابیس به اسم مثلا تست، حالا با دو تا تی، من یه اسم متفاوت می‌نویسم، بساز. بعد داخلش create table در واقع چی بگیم، بازم تیبل تی و مثلا یه آیدی داشته باشه از نوع اینت و یه نیم از نوع ورکر 10 و پرانتز رو ببندیم. خب بریم من این ران کنم با کلید F5. این برام چیکار کرد؟ اگه من اینجا رفرش کنم نتیجهش رو میبینید. این تست رو ساخته و تیبلش رو بکنم لینا شاید تیبل رو اونور ساخته. من با قبلش اسم دیتابیس رو می آوردم، دیتابیس تست، و ارور میگیره. حالا ران کنیم. حالا ما پرمیشن نداریم که بهش دسترسی داشته باشیم، بعد جدا بنویسیم. خب در کل میتونید اینا رو با هم همه بنویسید. خب میریم سراغ یک کد دیگه. شما مثلا میخواید از یک جدول روی نیوکوئری کلیک میکنیم، مثلا میخوام جدول اینجا اسکول دی بی تیبل جدول بوکس مثلا. خب ببینید کلید اصلی جدول بوکس چی بود؟ اون ردیف آیدی بود. من میخوام اون رو حذف کنم و به جاش مثلا بذارمش برای قسمت نیم. خب ببینید گفتیم اگه بخوایم روی یک جدولی که از قبل وجود داشته باشه یک عملیاتی انجام بدیم، اینجا از alter table استفاده میکنیم. بعد اسم جدول رو میاریم که جدول مثلا بوکس هست. خب قرار چیکار کنیم؟ drop primary key، primary key رو حذف کن و add primary key. چه primary key رو اضافه کن اینجا؟ مثلا قسمت نیم رو. F5 چرا primary رو از من یه بار دیگه بنویسمش primary درست نویسم، ولی نمیدونم چرا از من ایراد میگیره. خب من یه تست دیگه اینجا انجام بدم. خیلی عجیبه. حالا پرایمریه تو من درست نوشتم. من حذفش کنم نمیدونم، فقط اینو تنها بوکس. خیلی عجیبه. حالا نباید ارور میداد. خب همینه دیگه. حالا نمیدونم این حالا مشکلش رو پیدا میکنیم بعدم بررسیش میکنیم. این دراپ برای حذف پرایمری کی هست و اد برای اضافه کردن. خب حالا این دیگه بخوام وقت بذاریم روش. خب اینو ببندیم. میریم سراغ قسمت ایندکس. خب
ببینید ایندکس که فارسیش میشه نمایه، یک شماره‌ایه که به هر فیلد جدول اختصاص داده میشه. این ایندکس ها از دید کاربر مخفی هستند و فایدهش فقط برای ما و اون سرعت کار ما هست. باعث میشه که برنامه بتونه مقادیر رکوردها رو بر حسب مقدار یه فیلد و بر حسب شماره نمایی اونها از کم به زیاد یا برعکس مرتب کنه و باعث زیاد شدن سرعت سرچ میشه. وقتی که نمایه قرار ساخته بشه برای حالا یک فیلد یا چند فیلد، یه جدول مجازی که داخلش ستون‌های ایندکس شده به صورت مرتب وجود دارن ایجاد میشه و موقعی که شما یک چیزی رو اضافه میکنید یا حذف میکنید، مثلا ببینید اینجا من جدولی که استودنت رو که مثلا مقدار دارم، در واقع اینجا مثلا فکر کنید این شماره یکی این دوه، هر کدومشون شماره دارن. خب این هر بار که شما مثلا این دیتا هاتون رو مرتب میکنید، اینا به روز رسانی میشن. جستجو در واقع بر اساس اون ستونی که شما اون رو ایندکس میکنید صورت میگیره و سرعتش خیلی بالاتر میره. خب برای اینکه شما بخواید مثلا روی این جدول استودنت ایندکس ایجاد کنید، create index در واقع افزایش سرعته. خب یه اسم براش انتخاب میکنم، مثلا ایندکس I1، حالا اگه ازم ایراد نگیره ایندکس I مثلا. آن اسم جدولمون چیه؟ student. بعد حالا باید اسم اون فیلدش رو هم بگیم، روی چه فیلدی مثلا میخوایم بر اساس نیمشون زودتر برامون پیدا کنه. خب تموم شد با سمیکالن، این رو میبندیم. خب F5 رو هم میزنم. خب این الان دیگه کارش رو انجام داد و در واقع روی اون قسمت نیم ایندکس ایجاد کرد و شما اگه مثلا بخواید، من سیو نمی‌کنم دیگه، اگه بخواید یه موقعی روی فیلد نیم سرچ بزنید، حالا این تو مقادیر خیلی بالا در واقع برای شما کار میکنه و در واقع جوری نیست که حالا بگید تغییر محسوسی حالا تو مقادیر پایین داره. خب منم حالا میارم دوباره روی نیم. اینا در واقع همه نیم ها توی جدول دیگه الان از نظر این ذخیره شدن و هر کدوم شماره دارن، خیلی راحت میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب ببینید من اینو یه بار دیگه اون دستور رو من اجرا کنم. خیلی alter table student. خب drop primary key add، بازم ایران میگه add primary key id. متاسفانه نه، اصلا این حالا پرایمری رو به من نمیشناسه. خب حالا نحوه حالا تنظیم این به صورت دستی که بهتون گفتم، چون توی قسمت دیزاین شد راحت اون کلید رو روی هر چیزی که میخواید این رو ست کنید. خب میریم سراغ بقیه دستورات. ببینید ما یاد گرفتیم چطوری میشه توی تیبل یا یک جدول اطلاعات رو دستی وارد کرد، ولی خب ببینیم حالا از طریق کد چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. باز هم روی نیو کوئری کلیک میکنیم، یک مکان برای نوشتن کد هامون هست. خب ببینید دستورش اینجوریه. میخوام یک ردیفی رو از طریق کد به اطلاعات یه نفر اضافه کنم. insert into یعنی قرار بده در، مثلا من اینو بازش هم کنم ببینم چه چیزایی دارم. خب در چه جدولی، چون اسم پایگاه داده رو هم بیارید، مثلا اسکول دیوی دات مثلا اسم اون جدول، بازم اینجا از ایرور میگیره و نمیدونم چرا. خب این حالا حوزش اینه و به این خاطر در واقع فکر کنم از ما ایراد میگیره.
چون الان حوزهش روی اسکول دی بی، یعنی هر کدوم مثلا روی اسکول دی بی اجرا میشه. میتونید شما از اینجا این رو عوض کنید، مثلا بگید اینو مثلا روی تست انجام بده یا مستر، یعنی روی کل پایگاه دادن اون انجام بده. حالا همینجا روی اسکول دی بی این خوب هست. به جای کلید F5 میتونید از این اکزیکیوت هم استفاده کنید. خب جلسه قبل توضیح دادم که چجوری نوار رو از قسمت ویو این رو بیارید. خب اینسرت این تو چه جدولی؟ جدول استودنت چه مقداری رو اینجا قرار بده؟ خب ببینید شما مثلا میتونید بگید که مثلا نیم و لست نیم رو اینجوری مثلا نیم، ببینید خودش هم میاره نیم و لست نیمشون رو مقادیر values این مقادیر قرار بده. مثلا نیم رو بذار علی و last name رو بذار مثلا مرادی. خب ببینید این چی کار میکنه. حالا بازم قرار حالا مقادیر باشن. خب این میاد این دوتا مقدار توی نیم و last name برای شما قرار میده. من از بین سمیکالن برش دارم، شاید مشکل کنم از بین کوتیشن. خب حالا ببین اینجا میگه اسم فیلدها رو وارد کنید و اینجا میگه مقادیر رو که میخواید توی اون فیلدها وارد بشه، ولی الان اینجا من میگه اسم ستون اشتباهه در واقع. حالا دیگه من نمیدونم دلیلش چی میتونه باشه. نصب کنم شاید از این باشه. نه هیچ مشکلی شاید بین من values رو اینطوری بذارم و بین تگ کوتیشن کنم درست بشه. خب آره تگ کوتیشن میخواست بکنم. خب ببینید الان من اگه این رو استارت کنم احتمالا به ارور میده، چون فکر کنم من آیدی اینجا رو اجباری کرده بودم. من F5 میزنم، نه مشکل نداره. خب الان این درسته، ولی من باید اینو یه بار دیگه باز کنم که اون تغییرات درش. ببینید علی مرادی ثبت شد، اون مقداری که اون موقع گفته بودیم به صورت پیش‌فرض بهش بده نان، این رو هم قرار داد، خودش هم بهش یک شماره داد. به مقدار ایج رو هم خب چون چیزی نداده بودیم نذاشته بود. شما اینجا میتونید کلا ردیف مثلا همه خونه ها تک تک بیاید اسم ببرید که به همه چیز مقدار بده. ولی خب میتونید اگه توی مثلا خاطرتون این باشه که یعنی منظورتون این باشه که فقط 2 تا خونه مثلا مقدار داده بشن، خب اسمه. ولی اگه میخواید همه خونه ها اسم مثلا تغییر داده بشن میتونید هیچ نگید و به ترتیب هر چیزی که شما بنویسید اونجا، مثلا اگه 4 تا داشته باشه خودتون مثلا اسم و فامیل بود و اگه اشتباه نکنم کلاس مثلا بنویسید اول و اون قسمت رو هم که سنش بود مثلا 27 مثلا اینجوری. این دیگه خودش به ترتیب این 4 تا میذاره تو اون 4 تا مقدار. فقط شما آیدیتون چون که به صورت خودکار تنظیم کردین که زیاد بشه، نیاز نیست که دیگه حالا کار دیگه کنید. یعنی آیدی رو نمیخواد مقداری کنید. خب F5 رو میزنم و یک بار دیگه من این صفحه رو باز میکنم و میبینید که اون مقدار کاملا اضافه شده، خودش هم آیدی گرفته. پس شما نیاز نیست که آیدی بذارید این وسط. به ما در واقع این خودش کار ما رو ساده کرد و نیازی هم نیست جاشو بذارید. ما اینجا هم اگه اسمی رو نیاری خودش به ترتیب توی همه خونه ها اون رو میذاره. و اگه بخواید مثلا فقط یکیشون یا 2 تاشون یا حالا مثلا 1 و 2 باشه، 3 نباشه و بعدش 4 باشه، این رو هم باز باید بیارید. به ترتیب مثلا میگید توی اولین بعدین به ترتیب خونه‌هایی که میخواید نظیرش رو اینجا مقدارش رو بنویسید رو مینه اون بالا اسم میاد. خب این از درج کردن رکورد که حالا ما از همون طریق دستی رو یاد گرفتیم، از طریق کد هم این رو یاد گرفتیم و میریم سراغ
مورد بعدی. خب ببینید من میخوام یک مثلا الان من از این علی مرادی 2 نفر رو داشتم. من میخوام این علی مرادی که کدش 204 رو حذف کنم. خب ببینید دستور دیلیت کردن. خب یک راهی خب خیلی ساده تر هست، اینه که شما به روی این ردیف راست کلیک کنید و ردیف رو دیلیت کنید. ولی خب یک راه دیگه اینه که شما دستور دیلیت رو به این صورت بنویسید. delete from اسم جدول که مثلا student هست. خب ببینید شما وقتی که میخواید یک چیزی رو حذف کنید نمیتونید خب مثلا باید بگید کدوم رو میخوام حذف کنم، یک طوری به اون ردیفی که میخواید دسترسی پیدا کنید رو به این معرفی کنید. پس این برای ما این امکان رو گذاشته که از طریق دستور where یعنی کجا برم حذف کنم. میگه دیلیت کن از جدول student کجا، جایی که مثلا آیدی فیلد آیدی مساوی با 204 هست مثلا. خب به همین سادگی. یا مثلا میتونیم بنویسیم نیم مساوی با علی. خب مثلا اگه بنویسید نیم مساوی علی، خب این 2 نفر یا ممکن مثلا 10 نفر اسمشون علیه، اینا همشون رو حذف میکنه. ولی خب وقتی که شما از طریق آیدی دسترسی داشته باشین فقط اون علی که مد نظرتونه کار میکنه. یا مثلا اینجا میتونید بگید که مثلا نیم مساوی با علی ببخشید and یا همون علامت and خودمون همون اینجوری and مثلا last name مساوی با مثلا علی مثلا حسنی. اینو پاک میکنه در این 2 تا شرطو. یا میتونیم به جاش اور بذاریم. این به این معنی که اگه یعنی تنها که از این 2 تا شرط کافیه، یا این حالا چیه، یه دونه‌شو داشته باشه جفتشو با هم داشته باشه. خب مثلا اگه یه نفر علی سلطانی باشه اون رو هم حذف میکنه، اگه یکی مینا حسنی باشه اون رو هم حذف میکنه. ولی اگه این اند باشه فقط علی حسنی رو حذف میکنه. خب where id مساوی با 204 و من این رو f5 خب میگم آیدی رو نمیشه چون آیم بزرگ بوده آیدی. خب f5 انجام شد. ببینید این میگه one rows affected یعنی یک ردیف اینجا تحت تاثیر قرار گرفت. ببینید که اون علی مرادی که چون 204 بود رو پاک کرد. خب این هم از دستور دیلیت. دستور بعدی که ما باید اون رو داشته باشیم و باش کار کنیم دستور آپدیت هست. ببینید آپدیت کردن هم خب یک راه سادهش اینه که شما همینجا بیاید روی هر ردیفی که دوست دارید، مثلا اونو مثلا این نوشته نیاکان A مثلا فرض درستش میکنم یا مثلا اینو اول میکنمش A. خب میتونید خیلی راحت این رو ویرایش کنید، ولی امکان ویرایش از طریق کد هم برای شما اینجا هست که باید از دستور آپدیت استفاده کنید. به این صورتی که میگید آپدیت اسم جدول آپدیت جدول استودنت ست کن. مثلا ما میخوام بگیم مثلا این ردیفی که مثلا نیاکان هست مثلا گریدش رو تبدیل کن به C. خب ست کن گرید رو مساوی قرار بده با مقدار C و مثلا age رو یک کامل میذاشتم age رو age نداریم گرید داریم age A بزرگه نمیدونم نشونش نمیده. age رو مثلا قرار بده 20. لازم من روی هم یه دونه کار کنم ولی خب با اینو باید جدا بشه. خب گریدش رو بذار C. کجا؟ اینگه گرید کیو بذارم C where id مساوی با 4. خب آیدی اسم من 4 بود و من اینو نوشتم. خب این رو F5 میزنیم و میریم نتیجه رو ببینیم. دوباره جدول استودنت رو باز میکنم میبینید که گرید من شده C. خب من فکر میکنم این هنوز تغییر رو که توی اج دادیم بهش اعمال نشده. بعد شاید یک بار اسکیو رو ببندم و باز کنم دوباره درست شه. خب این هم یک روش آپدیت که حالا شما میتونید حالا یه شرطاش رو بیشتر کنید. مثلا بگید که آپدیت کن استودنت رو ست کن گریدش رو C کیو چه کسی رو اونی که آیدیش 4.
خب ببینید این 3 تا کار اصلی بودن که ما توی در واقع اون اولم توضیح دادیم و در واقع اون دستورهای ساخت و تولید داده DDL بودن و اینها میشن DML که روی داده ها داریم باش کار میکنیم. خب دیگه واضحه این 3 تا دستور اینزرت و دیلیت و آپدیت اینجا برای ما قرار روی داده ها رو کار کنن، ایجاد کنن، حذف کنن و اینها رو ما بتونیم آپدیت کنیم. خب یه مورد دیگه رو هم مورد آتوکریمنت رو هم که بهتون گفتم. خب آتوکریمنت گفتم منظورم اینه که مقادیر یک به مثلا خودشون به ترتیب مقدارشون زیاد بشه، مثل همین آیدی. خب اینجا ما دیگه فعلا این مبحث رو تموم میکنیم. همینجا جلسه بعد میریم سراغ ایجاد کوئری یا پرسجو و نحوه اینکه چطوره حالا ما میتونیم وقتی یک دیتاهای زیادی رو داریم اونا رو از طریق در واقع یک سری دستور بتونیم دیتاهامون رو فیلتر کنیم و اونا رو نشون بدیم. مثلا میخوام بگم کسانی که معدلشون فلان نمره بوده رو نشون بده، اونایی که مثلا توی کلاس تاپ شدن 5 نفرشون رو به من نشون بده. همه اینها قابل انجام هست به وسیله کوئری ها. خب این جلسه رو ما همینجا پایان میرسونیم. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.